حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و هزاران درود بر همه شما عزیزان و خوبان. بار دیگر تلاشی برای درک وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میان خودمون، چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اینی که امت اسلام در برهه‌های از زمان تحت تأثیر فرهنگ‌های بیگانه قرار بگیره ما رو بر حذر داشتن و فرهنگ‌هایی که همیشه ما در ستیز با اونها هستیم و نوعی رقابت وجود داره فرهنگ‌های یهودیان و مسیحیان هستند که به هر حال ملت‌های قبل از ما بودند و کتاب‌ها و برخی از مفاهیم ارزشی در میان اونها هم وجود داره و ما در واقع باید تلاش داشته باشیم تا اون تمایزی که بین ما و دیگران هست رو حفظ بکنیم، خودمون باشیم و فرهنگ‌های بیگانه رو اجازه ندیم که در ما تأثیر بگذاره. و می‌بینیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر تاکید دارند بر اینی که یک نوع مفاصله‌ای بین انسان مؤمن و فرهنگ‌هایی که میتونه ما رو تحت تأثیر قرار بده. به ملت‌هایی مثلا گاو پرست و بت پرست و اینجور چیزها، تأثیر اینها بر انسان مؤمن بسیار ناچیز هست و امکان نداره که مسلمون تحت تأثیر اینها قرار بگیره مگر کسی که اسماً مسلمون باشه و چیزی از اسلام ندونه. و ما میبینیم بلکه این ملت‌ها حتی اگر اومدن و جهان اسلام رو تسخیر کردن در کوتاه مدت، خود این ملت ها چون که بار فرهنگی نداشتن که بتونه در مقابل مسلمان ها رقابتی داشته باشه، خودشون در فضای اسلامی ذوب شدن. همونطوری که مثلا مغول ها وقتی که جهان اسلام رو تارمار کردن و بر جهان اسلام حاکم شدن، دیدیم که همین مغول ها تحت تأثیر اسلام قرار گرفتند و مسلمون شدند و ما بزرگترین امپراتوری هندوستان رو داشتیم که امپراتوری مسلمان ها توسط مغول های مسلمون بود که هندوستان رو آباد کرد. اون چیزی که پیامبر ما رو بر حذر می‌دارند اون هجوم فرهنگی است که از سوی مسیحیان و کلیمیان یا نصرانی ها و یهودی ها بر جامعه اسلامی وارد بشه و میبینیم که پیامبر رو از همون بعد به تولد انسان مؤمن این رو تذکر میده که کل مولود یولد علی الفطره، هر مولودی بر فطرت اسلام به دنیا میاد. این پدر و مادرش هستند که یعنی محیط و پدر مادر و کوتاهی های پدر مادر و تأثیر محیط و اطرافیان هست که این رو مسیحی منش یا یهودی منش یا آتش پرست منش میکنن، یعنی باعث میشن که خب یک مسلمون یهودی آتش پرست نمیشه، اما عادات و رسوم اونها در به اصطلاح مسلمون میتونه تأثیر منفی بگذاره و انعکاس داشته باشه، به خصوص وقتی که مسلمون در زیر سلطه اونها باشه و به طبیعت حال ملت‌های شکست خورده و مغلوب تحت تأثیر و تحت به اصطلاح شکار وهمی میشن که از سوی ملت‌های غالب بر اونها غالب میشه. یعنی همیشه ملت‌های مغلوب خودشون رو حقیر میدونن و ملت غالب رو نوعی به اصطلاح شرعیت وجود نه بلکه نوعی برتری رو در اون میبینن که باید ازش تقلید بکنن. این بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اشاره فرمودن در حدیث طبرانی و ترمذی که یهودیان بر 71 فرقه تقسیم شدند، مسیحیان بر 72 فرقه تقسیم شدند و مسلمون ها هم به همین صورت به 73 یا چندین فرقه تقسیم خواهند شد، مگر یک فرقه. همه این گروهک ها و همه مشاربی که از تنه جهان اسلام خارج میشه، مثل مشارب به اصطلاح باطنیت، نمیدونم قرمطی ها، نمیدونم افرادی که دم از اسلام میزدن، بهایی ها،
و مثلا رافضیت و غیره، اینهایی که از تن اسلام جدا میشن، اینها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشاپیش اطلاع میدن که اینها همشون مسیرشون به سوی جهنم هست مگر یک گروه. فرمودند که یا رسول الله اونا کیان؟ فرمودند ما انا علیه و اصحابی، اونهایی که وفق معیارهای من و یاران من، مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و خود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، اونهایی که گام به گام و در مسیر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و یارانش حرکت میکنن، اونها انسانهای رستگار هستند. بقیه نه، بقیه اونهایی هستند که خودشون رو باختند و مسیری غیر از مسیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران انتخاب کردند. حالا بیایید ببینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مسیرش رو چطوری انتخاب کرد. ببینیم این رو باید بدونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بدو دعوت میدونستند که هدف چه هست و ما وقتی که نگاه میکنیم در کل سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هدف این است که من رحمت للعالمین هستم و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ما شما رو نفرستادیم مگر اینی که رحمتی باشه برای جهانیان. خطاب خود قرآن کریم انسانیت رو خطاب میکنه. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع میگه یا ایها الناس، نه مؤمنان نه انصاریان نه مهاجران، ای مردمان. تمام خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی بشریت و انسان هست. در قرآن کریم میبینیم که الناس، مردم مورد خطاب قرار میگیرن، یعنی خطاب قرآن کریم موجه نیست برای مسلمان ها یا برای مؤمنان یا برای پایبندها به دین، نه، این کتاب الله متعال است برای تک تک افراد جامعه بشری. تک تک افراد جامعه بشری رو خداوند متعال در قرآن با اونها سخن میگه. این رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. میبینیم تنفیذش رو هم میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم طبق 3 مرحله اون رو میخواد به هدف برسونه. مرحله اول باید فتح مکه باشه که مکه باید به اسلام بگیره. چرا مکه بیاد وارد اسلام بشه؟ چون که کعبه و بیت الله اونجا هست و مهد توحید هست. در واقع یعنی چی؟ یعنی یک دین، یک تمدن باید یک بستری از جغرافیا رو در اختیار داشته باشه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بستر جغرافیای مکه رو به اصطلاح برای دعوت مناسب میبینند و بهترین هست و اون رو اهمیتش رو حتی از بیت المقدس هم بیشتر میدونند و این هست که قد نرى تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعوتش، تمناش، آرزوش این است که قبله مسلمان ها به سوی مکه بشه و خداوند متعال این آرزوی پیامبر رو برآورد میکنه و قبله مسلمان ها میشه مکه. خب این در استراتژی اول پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست که مکه فتح بشه، مکه به داخل اسلام بشه. 13 سال آزگار پیامبر در داخل مکه هست و از درون میخواد یک انقلابی رو به وجود بیاره تا بتونه مکه رو تحت شعاع خودش قرار بده و به صورت بسیار مسالمت آمیز مکه رو در اختیار بگیره. 13 سال تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نتیجه نمیرسه و در نهایت خود پیامبر مجبور میشه که مکه رو ترک بکنه. مکه رو پیامبر ترک نمیکنه تا مثلا اون استراتژیش رو عوض کنه و بشه مثلا دولت اسلام مرکزش بشه مدینه منوره و مکه رو بذاریم کنار یا مثلا در فکر بیت المقدس باشه. نه، مکه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترک میکنه برای آغاز یک مرحله برای فتح مکه. فتحی که ما به صورت مسالمت آمیز و فعالیت های مدنی در داخل نتونستیم به دست بیاریم، حالا باید در فکر یه فعالیت نظامی باشیم که بتونیم مکه رو بگیریم. اما مکه ویژگی خاص خودش رو داره، خانه خدا در اونجاست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نمیخواد که مکه رو بگیره و به اصطلاح در حالی که خونی از دماغ کسی بیاد پایین. میبینیم که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چقدر تلاش دارند که به هیچ عنوان خونی ریخته نشه برای رسیدن به اهداف بزرگ.
یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میخوان دولت تشکیل میدن. اولین دولتی که پیامبر تشکیل میدن دولت مدینه منوره هست. برای تشکیل دولت مدینه منوره، برای تشکیل خود دولت، پیامبر هیچ شمشیری رو از نیام نکشیدن بیرون. مدینه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تماما به صورت به اصطلاح مسالمت آمیز و فعالیت های مدنی فتح کرد. آغاز کار افرادی از مدینه مسلمون شدن. بعد از اون پیامبر سفیری رو به مدینه فرستاد، مصعب بن عمیر. مصعب رفت در اونجا و فعالیت مصعب به صورت بسیار زیرکانه و دقیق نتیجه داد. بعد از اون مردم جامعه مدنی مدینه پیامبر و یارانش رو خواستند به مدینه بیان و پیامبر و یاران که الان به اصطلاح قدرتی رو در مدینه تونستن به وجود میان و یک پیمان نامه شهروندی رو با تمام اطیاف ملتی که در مدینه هستن، مشرکان، منافقان، مشرکان یا یهودیان و کافران و همه اینا به اصطلاح و اطیاف مختلف قومی و قبیله‌ای که هست، این پیمان نامه رو امضا میکنه. به این صورت دولت مدینه تشکل پیدا میکنه. خب اینی که شما بتونید یک دولت رو تشکیل بدید، خب شاید آسون باشه، اما حفاظت از این دولت بهای سنگینی میخواد و تلاش سنگینی. و اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو میبینیم که برای حفاظت بر اون دستاورد هاست که لشکر تشکیل میده و گشته ها به هر سو گسیل داشته میشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جنگ های متمایلی رو طی میکنن. 13 سال پس فعالیت مدنی مکه رو به دست پیامبر نسپرد. بعد از اون در مدینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اصطلاح هدفش است رسیدن به فتح مکه. حالا برای فتح مکه پیامبر 8 سال آزگار تلاش داره. جنگ های مختلفی رو طی میکنه، پیمان نامه ها، گشت ها، یعنی یک لحظه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آروم نمیشینه تا بعد از 8 سال مکه رو بازم بدون خونریزی فتح میکنه. بدون جنگ مکه هم فتح میشه. این استراتژی اول پیامبر بود. استراتژی دوم پیامبر فتح بیت المقدس بود. مکه که فتح شد، خب الان شما یک به اصطلاح زمینه و یک جغرافیایی برای حرکت به سوی آینده و ساختار تمدن اسلامی دارید. بعد از اون بیت المقدس چون که جایگاهش از اهمیتش چون مکه برخوردار است، سرزمین پیامبران هست و با به دست گرفتن بیت المقدس و قبل از اون با تغییر قبله از بیت المقدس به سوی مکه مکرمه، در واقع اون حیثیت ادیان دیگر زیر سوال رفت و همه فهمیدند که دین اسلام در واقع نسخه آپدیت شده و نسخه بروز شده همون دیانت‌های سابق هست و یک مؤمنی به مسیحیت و کلیمیت باید عقلاً، منطقاً، دیانتاً باید به اصطلاح اسلام بپیونده. خب به این صورت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار طرح رو برای استراتژی دوم گذاشتند و بعد از اون دیگه دیدیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چشمشون به سوی تبوک هست و بسیار برای فتح روم تلاش دارند تا بیت المقدس رو بگیرند و این تلاش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان حضرت عمر به ثمر میرسه و بیت المقدس به دست مسلمان ها میفته. مرحله سومی که در استراتژی حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست فتح جهان هست که ما در واقع بعد از اون مرحله اول و دوم دیگه همه تلاشمون چه هست؟ همه تلاش ما بر این است که اون دستاوردهای گذشته رو حفظش بکنیم، مکه و مدینه رو در اختیار خودمون داشته باشیم، بیت المقدس رو در اختیار خودمون داشته باشیم و به پیش بریم به سوی به اصطلاح فتح استانبول که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در برخی روایات اومده که اشاره کردن بهش که تأکید دارن برای فتح قسطنطنیه و اونی که اون ارتشی که قسطنطنیه رو بعد میکنه بهترین ارتش های من هست و اون ارتش بهترین امیر
امت من هست و به این صورت تا محمد فاتح میتونه بیت المقدس رو فتح کنه و این قضیه همچنان ادامه پیدا میکنه تا که به حساب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون مژده بزرگ رو به ما داده که هیچ خونه ای در هیچ کور روستا و شهری نیست مگر اینی که اسلام وارد اون خونه شده. یعنی اسلام همه جهان را در بر خواهد گرفت به عز عزیز او ذل ذلیل، با عزت و کرامت اونهایی که با عقل و درایت و آغوش باز اسلام رو قبول میکنند یا با ذلت و خواری اونهایی که با به اصطلاح شمشیر سترگ مجبور میشن کمر در مقابل اسلام خم کنند. خب این استراتژی دعوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست در ساختار یک دعوت و ساختار یک تمدن. من میخوام چیزی رو که اینجا برای ما مهم هست که الان باید درک بکنیم در قضیه پیامبر در میان ما این است که ببینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای فتح مکه چه تلاش ها که نکرد، از داخل مکه چقدر زحمت ها که نکشید، همه این زحمت ها رو کشید، اما هیچ وقت ما نمیبینیم که پیامبر عقب نشینی بکنه. یعنی اگر مثلا در اون روزگار یک خبرنگاری می بود و میرفت در همون ابتدای کاری که به صلاح ابوجهل به سوی پیامبر خاک انداخت و گفت تبت لک لهذا جمعتنا، وقتی که پیامبر در ابتدای کارش به صلاح دعوتش رو به اهل مکه عرضه داشت و اومد روی جبل ابی قبیس ایستاد و گفت که به صلاح روی جبل صفا که ای مردم اگر من به شما بگم که پشت این کوه یک لشکری اومده میخواد که به شهر بزنه، آیا شما حرف منو قبول میکنید؟ گفتن که حتما قبول میکنیم. تا حالا اتفاق نیفتاده که از شما ما حرف نادرستی رو بشنویم. شما همیشه مشهور هم بود پیامبر از صادق الامین به انسان صادق درستکار و راستگو. امکان نداره که ما به شما تا حالا نشده که از شما حرف نادرستی رو بشنویم. اینجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اعلام میکنن که من شما رو از عذاب روز قیامت میترسونم و این عذاب حتمی هست و راه نجاتش هم ایمان آوردن هست. اینجا ابو لهب به سوی پیامبر یه مشت خاک میندازه و میگه که خاک به سرت، ما رو برای همین جمع کردی، همین موقع از کار رو زندگی انداختی که همین حرفا به ما بزنی. به این صورت خب این عموی پیامبر هست و کسی هست که میتونست به اصطلاح بهترین سند برای این دعوت باشه، اما نه این خب اینجا میتونست پیامبر از کوره به در بره، میتونست دعوتش رو رها کنه، میتونست احساس شکست بکنه. نه، اگر مثلا در همون وقت یک خبرنگاری می بود و میرفت با پیامبر یک مصاحبه میکرد و بهش میگفت که بله شما الان اومدید یک تلاشی رو انجام دادید و این تلاشتون به ثمر نرسید، حالا چه کار خواهید کرد؟ حتما پیامبر میفرمود که من تلاشم رو ادامه میدم و این شکست رو قبول نمی کنم. اگر ازش میپرسید خب باز ادامه دادید، باز شما رو زدند و باز جلوت رو گرفتند، باز چه کار خواهید کرد؟ حتما جوابش این می بود که باز هم ادامه میدم و مسیرم رو به پیش میبرم. باز اگر خبرنگاری میپرسید که یا رسول الله اگر باز هم قریش تو رو نگذاشت باز چی کار میکنی؟ حتما جواب پیامبر این می بود که باز هم تلاش میکنم و بهش میگفت عزیزم ببین تا خودت رو اذیت نکنی، تا وقتی که من مکه رو فتح نکنم و به پیروزی نرسم این مسیرم رو ادامه میدم، یا پیروزی یا شهادت در این. اینو پیامبر به صراحت هم گفت وقتی که به صراحت قریشیان به تنگ اومده بودند و اومدن پیش ابو طالب که ای ابو طالب دست به دامنت یک کاری بکن، این برادرزاده دیگه همه آبرو حیثیت ما رو برده، همه خدایان ما رو زیر سوال برده، میگه اینا سنگن، اینا چوبن، اینا کاری از دستشون بر نمیاد، اینا شما خودتون با دستای خودتون میتراشید و عبادت میکنید، حیثیت و کرامت خدایان ما رو زیر سوال برده. حالا بیا ابو طالب جان ما هر چی میخواد ما حاضریم باش کنار بیایم، مال میخواد، جاه میخواد، نمیدونم زن میخواد، پول میخواد، پادشاهی میخواد، هر چی میخواد ما حاضریم باش کنار بیاییم، سرور ماست، بچه برادرزاده تو، نوه عبدالمطلب، تاج سر ما، والای سر ما حاضریم باش کنار بیاییم، اما
دیگه دست از این حرفاش بردار. وقتی که اومد ابوطالب این مسئله رو برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح کرد، دیدیم جواب پیامبر چه بود؟ عمو جان به خدا سوگند اگر اینها خورشید رو تو دست راست من قرار بدن، ماه رو تو دست چپ من قرار بدن، تا از این راه دست بردارم، من هرگز هم چنین کاری نمی‌کنم. راهم رو ادامه میدم، یا در این راه کشته میشم یا به پیروزی میرسم. یعنی قضیه این است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دوراندیش هستند، هدف مشخص هست، من باید به این هدف برسم. حالا تلاش میکنم، شکست خوردم از راه دیگه، از مسیر دیگه، از تجربه دیگه و تجربه و تجربه و تجربه تا به هدف برسم. هیچ وقتی اصلا در تصور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این نیست که خب میشه که در مواردی عقب نشینی کرد دیگه، شکست رو قبول کرد. میبینیم که این مفهوم شکست رو میشه قبول کرد اصلا در به اصطلاح در قاموس پیامبر، در لغت نامه پیامبر نیست. خب احتمال داره که مثلا در فشارهای سنگین افراد، ببینید مفهوم خود صبر که پیامبر در مکه به اصطلاح این رو قاعده کلی میکنه. مثلا خداوند متعال میفرماید انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. خداوند متعال صابران رو اجر و پاداش رو بی نهایت میده، بدون حساب و کتاب اجر و پاداش به اصطلاح صابران تامین شده است. صبر این نیست که مثلا ما میبینیم یکی به اصطلاح عزیزش وفات میکنه یا فلان میکنه، خودش رو کنترل میکنه و داد و فریاد نمیکنه، به سر صورتش نمیزنه و فلان، این دیگه شد صبر، و فکر میکنه دیگه دنیا رو فتح کرده با صبر. نه، صبر یه چیز تلخی هست، هر چند ما بخوایم شیرینش کنیم باز تلخه. خب و خداوند متعال ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین. ما شما رو امتحان میکنیم در مال، در جانها، در مسائل مختلف. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مردم فقط همین فکر بکنن گفتیم ایمان آوردیم و دیگه تموم شد و قضیه تموم شد. نه، این به مسیر تلاش خودش رو داره، صبر خودش رو میخواد. صبر در مواردی که شما اصلا میدونید که ضربه میبینید، زندان هست، شکنجه هست، فلان هست، و شما در سر یه دوراهی قرار میگیرید، یه زندان و شکنجه ای هست و یک دفاع مردانه ای از جانب شما. اما این دفاع مردانه در لحظه اول شما رو راحت میکنه که من یه مشت زدم و 100 تا به من زدی که من هم زدم. اما با دورنگری میبینیم که نه، این کار رو اگر من بکنم ضررش خیلی نه به خود من، به دعوت من و هدف من هست. پیامبر و یاران در مکه مکرمه هستند، شعار صبر هست. بلال در گرمای بالای 50-60 درجه میارنش روی صحرای بسیار وحشتناک. از اینانی که رفتن مکه میدونن که تابستان مکه چه وحشتناک است. اونم اون زمان بلال رو میارن روی به اصطلاح صحرای داغ، روی ریگزار، و روی به اصطلاح سینه‌اش هم یک صخره میذارن و میزنن. حالا تصور بکن که چه حالتی هست. اینجا شعار چه هست؟ صبر هست. بلال میتونست یه مشت بزنه به امیه، میتونست از خودش دفاع بکنه. ابو جهل میاد سمیه و یاسر رو به شهادت میرسونه، عمار رو شکنجه میکنه. شکنجه ها رو ما در بین صحابه میبینیم. مصعب شکنجه میشه دیگه، بقیه صحابه ذوالنیره شکنجه میشه، خیلی ها شکنجه میشن. خباب که آهنگر هست و پیش که زنی کار میکنه، اون زن با همون آهن رو میذاره توی آتیش و خباب رو داغش میکنه، شکنجهش میکنه. خب خباب که توان داره که همون زن رو بگیره مچالش کنه بندازه توی همون آتیشی که به اصطلاح روشن کرده. اما اینجا شعار پیامبر و استراتژی دعوت پیامبر صبر هست. چرا؟ چون که پیامبر زمین رو نگاه میکنه، دوراندیش هم هست که من هدفم رسیدن به عزت و کرامت دولت اسلام است. در این مرحله من توانایی رسیدن به این هدف رو ندارم، اما در این مرحله نمیام
نیروهای خودم رو ضایع بکنم. نمیام اجازه بدم که حمزه بیاد و ابو جهل رو گردنش رو بزنه، عمر بیاد و امیه رو گردنش رو بزنه، در نتیجه یک جنگ خانمانسوزی در داخل مکه به راه بیفته که همه مسلمان ها قتل عام بشن و به جایی نرسیم. دعوت اسلامی بعد از یه خون و خون ریزی عقب بره یا شکست بخوره. در فشاری که بر روی صحابه هست برخی از یاران این رو سنگین میبینن. خباب میاد پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، میاد و شکایت میکنه. پیامبر میشنوه که خباب میاد میگه که الا تستنصر لنا الا تدع لنا، آیا برای ما طلب نصرت نمی کنی؟ یعنی چی؟ یعنی آیا یا رسول الله به ما دستور جهاد نمیدید تا خداوند متعال ما رو کمک بکنه و نصرت الهی همراه ما بشه و ما بتونیم این قوم ستمگر رو تار و مارشون بکنیم؟ بس دیگه این همه ظلم و ستم. یعنی خباب حرفش بجاست، ظلم شده، باید از خودش دفاع کنه، میخواد از خودش دفاع کنه، دیگه نمیخواد ظلم رو تحمل بکنه. پیامبر این رو اینجا حرف درسته اما جاش درست نیست، وقتش درست نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ میگن که تو چی شده؟ اولا مژده بهش میدن که این جنگ ادامه خواهد داشت و حق همیشه پیروز خواهد شد. عزیز من مطمئن باش یه روزی خواهد آمد که اینجا ما حکومت میکنیم، امنیت در همه این منطقه پابرجا خواهد بود و طوری خواهد بود که یک زن تنها، یک فرد تنها میتونه هزاران کیلومتر راه رو طی بکنه و از هیچ کسی بیمی نداشته باشه. یعنی در کلا در منطقه امنیت برقرار هست، کسی جرئت نمیکنه که مثلا به کسی دیگه اهانت بکنه یا به کسی دیگه ظلم بکنه. یا این مژده رو به اصطلاح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خباب میدن، اما بهشون این جمله میگن ولکنکم قوم تستعجلون، شما عجله میکنید، یعنی صبر کنید، عجله نکنید. شما عجله میکنید یعنی چی؟ یعنی شما واقعیت ها رو درست حلاجی نمی کنید. یعنی شما حقایق روی زمین رو اونطوری که من انتظار دارم از شما نمیتونید بفهمید و ببینید. من میخوام که نه، بسیار دوراندیش باشید، هدفتون خیلی فراتر از این باشه که من بیام مثلا یک ابوجهل و یک امیه رو بکشم و تموم. این رو باید درک بکنیم. عزیزانی که این مسائل رو درک نکردن، شما میبینید یعنی تربیت پیامبر صلی الله علیه و سلم، نقطه اول پیامبر میخواد انسانی بسازه که عالم باشه به دینش و این عالم به دین، به دینی که یاد گرفته، به علمی که یاد گرفته عمل بکنه. این کسی که عالم هست و به علمش عمل میکنه و اون وضعیت روزگار خودش رو هم درک بکنه. یکی دیگه اینی که درک وضعیت روزگار خودش، یعنی یک انسانی باشه عالم باشه، به علمش عمل بکنه، انسان تقی و ورع و مؤمنی باشه، وضعیت روزگارش رو درک بکنه و بدون این علم رو چطور بر صحنه عمل اجرا بکنه. ما انا علیه و اصحابی یعنی این که نگاه کنید من و یارانم چطور در بعد حرکت دین فعالیت کردیم. در اون مرحله به اصطلاح بسیار خفقان پیامبر نیومدن دوتا از صحابه رو بفرستند که برید و دوتا از سران کفر رو ترور بکنید و به اصطلاح تا شاید فشار کمتر باشه. نه، این رو نگاه میکنه که اگر ما ابوجهل و امیه و ولید و اینا رو کشتیم، بازتاب این ضربه‌ای که بر ما وارد میشه چقدر سنگین تره. پس الان وقتی که ضربه اینقدر برای ما سنگین هست، پس من چرا عجله بکنم؟ یه طرحی میریزم که هدف فقط اینا نشه، یعنی ما جلب مصالح بکنیم و درع مفاسد، مصلحت های بزرگ رو بتونیم کسب بکنیم، خطرات و مفسده هایی که
احتمال داره بر ما وارد بشه اینها رو دفع بکنیم. یعنی حفظ جان، حفظ مال، حفظ دین، حفظ نفس، اینها از مهمترین به اصطلاح چیزهایی هستند که میبینیم که پیامبر به اصطلاح بهش اهمیت میدن و در فقه اسلامی به عنوان مصالح خمس شمرده میشن: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال، که به اصطلاح اینها مد نظر داشته باشه برای هر گونه فعالیتی که این به اصطلاح اساس و خمیره دعوت که انسان مؤمن هستی رو از دست ندیم. این رو همینجور ساده از دست ندیم. اما هدف باید در بدترین حالتها هدف باید جلوی رومون باشه. یعنی پیامبر طرف میاد از این فشار و خفقانی که روش هست میناله، پیامبر به جای معالجه اینی که عزیز من اشکال نداره صبر کن و خوب میشی، خب دیگران هم صبر کردند و اینا، نه، به این اکتفا نمیکنه. بله دلداریش میگه که عزیز من در پیش از شما مؤمنانی بودند که صبر کردند، اره رو می آوردند از وسط دو نصفش می کردند، شونه های آهنین رو می آوردند بین پوست و استخوناش قرار می دادند، پوست و گوشت و استخونا رو از هم جدا می کردند، اما همه اینها باعث نمی شد که یک کم از دینشون برگردند. خب اینها انسان هایی بودند که به اصطلاح ثابت قدم موندند و دفاع کردند دینشون، عزت و کرامتشون رو به اصطلاح مد نظر داشتند و در به اصطلاح عقب نشینی نکردند. ولکنکم قوم تستعجلون، اما شما قومی هستید که عجله میکنید، شما عجله میکنید و به اصطلاح دورنگریتون، واقع اندیشیتون به اصطلاح درست نیست. شما به اصطلاح باید دوراندیش باشید، واقع گرا باشید. خب میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم این قضیه رو خیلی روشن به صحابه میگن. حالا بیایید یک صحنه دیگه رو هم داشته باشیم که قرآن چطور یاد میده که در بدترین حالتها هدف اصلی یادمون نره. وقتی که این هدف یادمون میره، وقتی که عزت و کرامت انسانی یادمون میره، الان شما میبینید جوانهای بسیار مؤمن با تقوا پرهیزگار میان دوراندیشی ندارن، فقه دین رو ندارن، علم دین شاید داشته باشن، احادیث و آیاتی رو حفظ کرده باشن، اما فقه دین ندارن. میبینید که میان امنیت جامعه رو برهم میریزن، میان یه فتنه و فسادی را میندازن به اسم نمیدونم جنگ با ظالم و ستمگر. این فتنه و فسادشون چی میشه؟ ضربه‌ای که به جامعه اسلام میزنن به مراتب بالاتر هست از اون خیری که میخوان بکنن. یعنی افرادی هستن علم در دین رو دارند و فقه در دین رو ندارند. و به قول عمر بن عبدالعزیز افرادی هستند که خدا رو به غیر علم عبادت میکنند. اینها فسادشون بیشتر از اصلاحشون هست. افرادی که خدا رو با علم بدون فقه عبادت میکنن فسادشون خیلی به مراتب بزرگتر هست از صلاحی. آیات رو استدلال به آیات و احادیث دارن در غیر وقتش، در غیر اون میدانش. خب با دو تا نمیدونم انفجار و با دو تا ترور و با فلان یک جامعه رو فلج میکنن و یک امتی رو در یک بحران قرار میدن و باعث میشن که نسل کشی ها به راه بیفته. خب اینجاست که باید درک بکنیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور صحابه رو تربیت کردند که علم در دین داشته باشند، فقه دین داشته باشند، با اون ورع و ساختن و تربیتی که شدن و بدونن این علم رو چطور در صحنه عملا به اجرا در بیارن. این چیز بسیار مهمی است و همه فشارهایی که روشون هست
هدف بزرگ رو از یادشون نبریم. صحابه و یاران در زیر فشار بسیار سختی در مکه مکرمه هستند. در شعب ابی طالب زیر فشار هستند و شکنجه میشند و محاصره اقتصادی، محاصره اجتماعی، رفت و آمدی نیست و وضعیت بسیار فلاکت است. شب و روز بچه ها گریه میکنن، آبی نیست، بیماری های پوستی، گرسنگی، همه اینها در همین فضای مکه، فضای شکنجه، فضای محاصره اقتصادی، فضای زندان، فضایی که خیلی ها مجبور شدند به اصطلاح به حبشه برند. یعنی خودت تصور بکن مکه چطور پیامبر دنبال راه کاری هست برای نجات از وضعیتی که هست. سوره روم میاد بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. در همچنین فضای خفقان قرآن میاد شکنجه به سر میبرید ای زندانیان. نه، یک گزارش خبری میاد که رومیان شکست خوردن از بسیار آتش پرست های سرزمین فارس. امپراتوری فارس امپراتوری روم رو شکست داد. امپراتوری فارس وقتی که پیروز میشه برای اهل ایمان ضربه سختی هست. اولا اینا آتش پرست هستند، رومیان اهل دین هستند، یعنی رومیان مقداری از ارزش های ایمانی، ارزش های کمرنگی بهشون هنوز هست، حداقل خدا رو قبول دارن. درسته که شرکیات دیگری رو به ساختن، اما میدونند که وحی از آسمون میاد، میدونند پیامبری هست. یعنی سخن گفتن با رومیان برای ما مسلمان ها آسون داره دیگه، نیاز نیست براشون خدا رو، وجود خدا رو ثابت کنیم یا وجود پیامبر رو ثابت کنیم. نه، فقط میگیم که این پیامبر همون پیامبری هست که پیامبر شما بهش مژده داده که خواهد و حالا اومد. این آتش پرستانه. اما پیروزی آتش پرستانه به اصطلاح امپراتوری فارس باعث میشه که تجارت زمینی، یعنی ترانزیت کالا از مکه رونق بگیره و این یعنی اینی که قدرت اقتصادی قریش بالاتر میره، قریش قوی تر میشه و این به نفع مسلمانان نیست. اما در همین گزارش الهی قرآنی تنها یک گزارش خبری نیست، یک گزارش تحلیلی استراتژیک هست که خداوند متعال به مؤمنان میگه بله، امپراتوری فارس بر رومیان غلبه پیدا کرد، پیروز شد. اما نگران نباشید، در چند سال آینده، در همین چند کمتر از یک دهه آینده، باز رومیان بر فارسیان، رومیان بر امپراتوری فارس، امپراتوری بیزنطی ها بر فارس، امپراتوری فارس پیروز خواهد شد و این پیروزی یعنی شکست اقتصادی قریش، یعنی اینی که ترانزیت کالا از مکه کمرنگتر میشه و بیشتر از راه دریا صورت میگیره، یعنی اینی که این بت پرستی و نمیدونم اینا تضعیف میشه در منطقه و این باعث خوشحالی مؤمنان خواهد شد. یعنی ببینیم قرآن میخواد که توی مؤمن در سخت‌ترین حالتت اون عزت و کرامتت رو یادت نره، در سخت‌ترین وضعیتی که داری بدون که این وضعیت نیروی جهانی ثابت نیست، این به هم میخوره. این منظومه قدرت جهانی اینجوری پیش نخواهد رفت. این امپراتوری های بزرگ به جون هم افتادن و شکست خواهند خورد که زیر بار ظلم و ستم هستی. خودت رو برای مرحله بعدی، مرحله ای که این امپراتوری ها تضعیف میشن و تو باید در صحنه قد علم بکنی. یعنی واقع زندگی رو دیدن، دوراندیشی داشتن، هدف بزرگ داشتن. ما در واقع
خیلی شبیه همون مرحله استضعاف هستیم. پیامبر و یارانش در مکه مکرمه هیچ حکومتی نداشتن، ما هم هیچ حکومتی نداریم، هیچ سلطه‌ای نداشتن، ما هیچ سلطه‌ای نداریم. ما ویژگی‌های بسیار بهتری داریم، تعدادمون بسیار زیاد هست، 2.5 میلیارد مسلمان هستیم، در تمام دنیا وجود داریم و امکاناتمون خیلی بالاست. دشمنمون خیلی قوی هست، اما امکانات ما هم چشمگیر هست و رشدمون بسیار زیاد هست. پس اینی که در اینجا و اونجا ما شکنجه میشیم و زده میشیم، این نباید اون هدف بزرگ رسیدن به عزت و کرامت و جایگزین شدن این قدرت های جهانی رو از سرمون بذاریم بیرون. نه، در هر حالتی که هستی، در زندانی، در شکنجه‌ای، در فقر اقتصادی هستی، در پریشانی های مختلف هستی، چشمت باید به چی باشه؟ به اینی که روزی باید دولت اسلام بر تمام گیتی حاکم و حکم فرما باشه. این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در تک تک افراد و در یاران میکاره. اما وقتی ببینیم که چرا همچنین بعدی در مسلمان ها کمرنگه، چرا خیلی از مسلمان ها این قضیه رو درکش نمی کنن و در حتی همون مسلمان هایی که ما فکر میکنیم الان عمامه به سر دارن و علم بردار دین هست، اصلا از باغ بیرونن و به نمیدونم داشتن یک مسجد و به نمیدونم یه فعالیت های بسیار کوچیک اسلامی به همین اکتفا میکنند و خودشون رو به اصطلاح به گونه‌ای تسکین میدن. این چرا همچین چیزی صورت میگیره؟ وقتی میبینیم که شیوه آموزش پیامبر و قرآن چطور اون نسل اول ایمان رو تربیت کردن و ما چطور تربیت میکنیم. یعنی صحابی میگفت که تعلمنا الایمان، به ما ایمان یاد داده شد، یعنی ایمان به الله متعال، شناخت الله متعال، قدرت الله متعال، رابطه درست من بنده با الله متعال. ثم تعلمنا القرآن، بعد از اون ما قرآن رو یاد گرفتیم و بالقرآن زدنا ایمان، و هرچه قرآن یاد میگرفتیم بیشتر و بیشتر ایمانمون بیشتر و بیشتر میشد. پس سیستم آموزش از اینجا آغاز شده بود، از ایمان، از شناخت الله متعال، از اسماء الله الحسنا. از اینجا خدا رو که شناختی دیگه آتش این رو داری که دستورات الله برسه تا اونها رو به شیوهی که خداوند میخواد به اجرا در بیاری و خودت رو پیش خودت عزیز بکنی. ما در سیستم آموزشیمون این کار رو نمی کنیم. ما در سیستم آموزشیمون میاییم دستورالعمل ها رو یاد میگیریم، میاییم قوانین دین رو یاد میگیریم، فقهیات دین رو یاد میگیریم، احکام رو یاد میگیریم، از شناخت الله متعال و رابطه ایمون با الله متعال از اصل موضوع غافلن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه تربیتی ما با تربیتی صحابه. یک صحابی رابطهش با خودش درست بود و شیفته احکام الله، منتظر بود که چه حکمی از جانب الله میاد اشارتاً قبل از اینی که صراحتاً بیاد دیگه میبینی که خودش عمل کرده. یعنی یک صحابی می اومد مثلا قانون مثلا حرمت خمر، شراب خوری، همینی که قانون حرمت خمر اومد که فحش‌تنی بود ازش دوری بکنید، دیگه کسی نمی‌اومد گفت که آقا فحش‌تنی بود یعنی ازش دوری کنید دیگه، یعنی دورش نگه داریم، معناش این نیست که حرام باشه فران. نه دیگه همه کوزه های شراب رو توی شهر ریختیم. قانون از جانب الله متعال می اومد فوراً آقا زناتون رو کافرها رو ولشون کنیم، ول شد. آقا جهاد
هر چیزی که می اومد فوراً صحابه میگفتن لبیک. خب چرا؟ چون الله رو شناخته بودن و هدفشون رسیدن به رضایت الله متعال. هر چیزی که از جانب الله می اومد و میدونستن که در اون رضایت الله متعال است، فوراً دیگه نگاه نمی‌کردن این چقدر خسارت مالی برامون داره، چقدر فشارهایی رومون میاد، چقدر و چقدر. شما الان میبینید مایی که این چنین تربیت نشدیم، تربیت معکوس هست، قوانین هست، آقا شراب حرام هست، حالا که حرامه من نمیدونستم، من اعتیاد دارم، پس من قبلا روزی 2 لیتر میخورم، حالا 1.5 میکنم، بعد از 1 سال 1 میکنم، بعد کم کم ظرف 5 سال دیگه شاید بتونم ترکش کنم. آقا سیگار کشیدن حرامه. خب سیگار کشیدن حرامه، من که معتاد شدم و فلان و فلان. آقا تریاک و هروئین و شیشه و فلان حرامه. میبینیم که نه اینی که اون فرد معتاد دنبال یک گزینه خروج از قانون هست، افرادی که دم از اسلام و فهم و درک دارن اونا هم میان کنارش براش تعویل و تفسیر میتراشن تا چطور این آقا خدا رو راضی بکنه، اما بعد از این که یک مرحله طولانی شیطان هم راضی کرده. این برای چه هست؟ برای چه هست که وقتی رمضان میشه شما میشنوید که دیگه افرادی هی زنگ میزنن به علما، یا من از خونم میرم سر کارم بخدش نمیشم، به کارم نمیدونم، اینقدر دوره، آیا روزه بخورم، آیا فلان کنم. روزه بخورم یعنی همه در چه هستن؟ همه دنبال تبصره هستن برای گریز از قوانین الهی، برای یک راه گریزی، یک به اصطلاح راهی رو پیدا کردن که این کارو نکنیم. بلکه تا جایی ما رسیدیم که برخی از افراد اومدن کتاب نوشتن، اسم کتاب رو گذاشتن الحیل الشرعیه، حیله های شرعی، چطور یک قوانین الهی رو دور بزنیم که گناهکار هم نشیم. ببینید چه مکر و حیله‌ای مثلا انسان توش فکر میکنه. همه اینها به خاطر چه هست؟ برای معکوس بودن سیستم تربیتی ما میخوایم طرف بیاد قوانین الله رو یاد بگیره، احکام رو یاد بگیره، فقه رو یاد بگیره، عقیده رو یاد بگیره، فلان یاد بگیره که بعداً قرآن بخونه، که بعداً تمعن بکنه در قرآن و قرآن رو بفهمه، بعداً ایمان به الله داشته باشه. این شیوه پیامبر و قرآن نیست. میبینیم آیاتی که در مکه مکرمه نازل میشه، سورتی که سوره های قرآن کریم که در مکه مکرمه نازل میشه، ترکیزشون چه است؟ ترکیزشون روی اعتقاد، ساختن عقل انسان، ساختن مخ انسان، که توی انسان باید چطور ساخته بشه. چون انسان عجیب ترین مخلوق الله متعال است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در بهترین شکل و قیافه و سیما و هیکل و عجیب انسان مثل مخلوقاتی نیست که مثل کارخانه میدن بیرون. شما مثلا میرید این کارخانه هست، این لیوان رو میزنه، خب روزانه 1000 تا لیوان میزنه، تق 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 تق، همه رو میبینی به یه شکل و به یک قیافه و هیچ فرقی بین یه لیوان دیگری نیست، همش کپی هم دیگه هستن. در حالی که ما از بدو خلقت تا روز قیامت 2 تا انسانی مثل هم نمیتونیم داشته باشیم. آقا اثر انگشت هیچ انسانی با انسانی دیگه یکی نیست. برادرن، 2 قلوهن، از 1 ساعت به دنیا میان، اثر انگشتاشون فرق میکنه، اثر چشمشون فرق میکنه، شکل و قیافه‌هاشون فرق میکنه، اون انگیزه هاشون فرق میکنه، اون میولاتشون فرق میکنه. هیچ 2 انسانی مثل هم نیستن. انسان این موجود هست که ببینیم که آیات قرآن کریم همش در 13 سال دعوت روی این ترکیز میکنه، ساختن این انسان. بعد از اون در مدینه منوره میبینیم که بعد قوانین احکام اینا میاد. یعنی چی؟ یعنی ما از
6236 آیه قرآن کریم، چیزی حدود 500 آیه رو در احکام داریم و حتی همین 500 آیه که 8% قرآن باشن، حتی همین 8% در لابلای آیات لعلکم تتقون و من یتق الله یجعل له مخرجا، تقوا، اخلاص، تجرد لله الله، احتسابا، همه اینها مطرح میشه. صلات، نماز مطرح میشه، ان صلات تنها عن الفحشاء و المنکر هم مطرح میشه. نماز و از فحشا و منکرات هم دور میکنه. روز زکات تزکیه میده، روزه تقوا میده. اگر ما بیاییم این معانی ایمانی رو از احکام باز جدا کنیم، شاید احکام به جای 8% به 5% هم نرسن. اون وقت ما یا برخی از ما 95% قرآن رو که در ساختار من انسان کار میکنه و هدفش ساختن من انسان هست، این 95% رو گذاشتیم کنار، برای 5% هزینه میکنیم مدارس دینه و حوزه های علمیه و فلان و فلان و اینا. اون قضیه 95% چی شد؟ این دغدغه علما در همه زمان ها بود. یعنی امام محمد ابو حامد محمد غزالی، صاحب کیمیای سعادت، صاحب احیای علوم الدین، ببین اصلا خودش میاد میگه اسمش و کتابشو میذاره احیاء علوم الدین. چطور ما دین رو، علوم دین رو، یعنی عقیده رو، باورهای ساختاری کیان یک انسان رو، تزکیه انسان رو، اینها رو چطور علوم دین اینها هستن، این رو چطور زندش میکنه. یعنی 95% علوم دین در پی ساختار توی انسان هست. 5% علوم دین میگه توی انسانی که ساخته شدی یک سلوک و رفتارهای عبادی رو باید داشته باشی. احکام و قوانینی هست که متعلق به توی انسان مؤمن هست که چطور خدا رو عبادت بکنید، عبادت به اصطلاح فردی خودت، سپس چطور در فضای اقتصاد باشی، احتکار نکنی، رشوه نگیری، فلان حرام نیاری، چطور در فضاهای به اصطلاح سیاسی حرکت بکنی، در فضاهای فعالیت‌های مدنی و جامعه حرکت بکنی. اینا همش این قوانین و اینا 5% باقی رو تشکیل میده. این که ما چطور یک انسان رو بسازیم، اینها خیلی به اصطلاح مهم هست. تربیت عقیدی، تربیت سلوک و رفتاری و اخلاقی که باعث میشه که به اصطلاح انسان ساخته بشه. بعد از اون فقه و احکام و اون چیزایی که رابطه بنده با بنده دیگر، خانواده، دوستان، آشنایان، خویشاوندان، پدر و مادر، اینها رو مشخص میکنه. بعد از این به اصطلاح اینا میاد. یعنی ما باید برگردیم به شیوه تربیتی که خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشت. یعنی پیامبر میاد اول فرد رو با خداش آشنا میکنه، بعد با قوانین الله. این فردی که ایمان به الله آورد و خدا رو شناخت، این الان هرچی از جانب الله بیاد لبیک میگه. ما نه، ما اومدیم برعکس. به بچه هامون میگیم، به دختر خانم میگیم که حجاب کنید، به بچه ها میگیم نماز بخونید، اما نمیگیم چرا نماز بخونید، چرا حجاب بکنید. باید این چرا رو بهشون بگیم، یعنی خدا رو بهشون بشناسونیم و تا فکر نکنن که این نمازی که من با بابام میرم، خب من بزرگ شدم، مردم، این یک عادت مردای جامعه ما هست که باید برن مسجد، من هم مردم میرم مسجد. تا فکر نکنه که مثلا این حجابی که من میپوشم، خب مادرم میپوشه، همسایه ها میپوشند، پس این لباس عادت زن هاست، فرهنگ زن های ماست که اینجور باید بپوشند. بعد عبادی گم بشه. نه، این حجابت عبادتی. یعنی از لحظه ای که شما حجاب میپوشید تا لحظه ای که حجاب رو در میارید، این شما در یک عبادتی هستید. اینهو در نماز و روزه هستید. مگه نماز نافله عبادت نیست؟ یعنی اگر کسی، خانومی که ساعت 7 صبح مثلا از خونش بیرون میشه برای نیازی و با حجاب هست و ساعت 2 بعد ظهر برمیگرده خونش، این در یک حجاب است، یعنی در یک عبادت کامل مستمر.
این فرد با یک انسان دیگه ای که تمام این مدت رو مشغول نماز بود و روزه داشت و قرآن میخوند برابره. این هم در عبادت، اون هم در عبادت. این یه عبادتی رو انجام میده، اون یه عبادت دیگه. اینجاست که باید چی؟ این انگیزه رو چه کسی به وجود میاره. و چیز دیگه ای که در این مثلا سیستم تربیتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای واقع گرایی و دوراندیشی داشتیم، این است که میبینیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برنامه‌ای که میذاره هیچ وقت عقب نشینی نمیره. اصلا پیامبر چیزی به نام عقب گرد بلد نیست، همیشه به سوی جلو هست. بله صد راهها میاد، بله شکست ها رو تجربه میکنه، تجربه ها رو مختلف رو داره، اما ناامید نمیشه، عقب نشینی نمیکنه. این راه من رو به هدف نرسوند، راه دیگه. یعنی همیشه در دایره ممکناتی که امکان فعالیت هست، پیامبر اون دایره ممکنات رو رها نمیکنه. این کارو نمیتونم بکنم، اون کارو دیگه میتونم بکنم. در مکه عرصه به روی ما تنگ شده، میتونم افرادی رو به حبشه بفرستم اونجا پاتوقی برای خودم درست کنم. در مکه فضا تنگ شده، اونایی که در مناطق خودشون مشکل ندارن، اونها رو چرا ما در مکه بیاریم تو زندان بندازیم؟ پس تو فعل دوسی جان، تو برو تو منطقه دوست کار خودتو ادامه بده، اونجا دعوت بکن تا وقتی که ما به جایی برسیم. آقای ابوذر غفاری، شما هم برو تو منطقه خودت و غفار رو دعوت کن و تا بعدا ببینیم چی میشه. آقای زماد ازدی، تو هم برو تو همون ازد شناعی خودت اونجا دعوتت رو ادامه بده تا ببینیم که چی میشه. خود پیامبر به طائف برو تا یک تلاشی به بعد ناموفق و تلاش برای به دست آوردن قبایل مختلف، این هم به نتیجه نمیرسه. در نهایت به اصطلاح تیر به هدف میخوره و مدینه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه. یعنی تمام اینها میبینیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هرگز ناامید نمیشه و به پیش میره و هیچ وقت چیزی به نام ناامیدی رو برای من و تو هم قبول نداره. و حتی به من میگه آقا اگر شما دیدید نه اینی که دنیا ویران شد و مردم آقا دیدید که اصلا قیامت برپا شد، زمین داره تیکه پاره میشه، ابرها و کوها و خورشید و ماه و ستاره دارن از فلکشون خارج میشن، شما اومدید یه نهالی رو بکارید. شما کار بکار این همه تغییر و تحول. چرا؟ یعنی این همه کارهایی که صورت میگیره مسائلی است که شما هیچ گونه اثری در تغییر اونها نخواهید داشت. شما نمیتونید این قیامت رو جلوش بگیرید، اما اون نهالی که اومدید برای کاشتنش اونو میتونید بکارید. شما همون نهالت رو بکار. یعنی هرگز از تلاش پایین نیا و دوراندیش باش، این نهال رو بکار. شاید این تصور شما از قیامت درست نباشه، شاید شما در این قیامت برپا شده بمیرید، اما این زندگی همچنان ادامه پیدا کنه. این نهال بزرگ میشه، بعد از 5 سال 10 سال میوه میده و نسل‌های بعدی و بعدی از زحمت‌های شما استفاده میکنند و میشه صدقه جاریه‌ای برای شما. این قضیه رو باید خوب با دقت بفهمیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چطور دوراندیش بود که یک مقداری به اصطلاح اشتباهات و اون غرور ما باعث نشه که ما بازی رو از دست بدیم و خودمون رو ببازیم و باعث ایجاد مشکلات بیشتر در جامعه خودمون بکنیم. تا دیدار دیگر همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله شما رو یار باد و یاور. جلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها.